سلام دوستان عزیز، با یک تحلیل دیگه از شاخص دلار بازار آزاد و صرافی در خدمت شما خواهیم بود. اما در ابتدا بریم خبرهای فاندامنتالی تاثیرگذار بر بازار رو با هم بررسی کنیم و سپس کامبک میزنیم میایم روی چارت و به تحلیل میپردازیم. خب بریم سراغ اولین خبر مهم فاندامنتالی. پس از امضای قرارداد 10 ساله هند و ایران برای بهره برداری از بندر استراتژیک چابهار ایران، وزیر امور خارجه هند تاکید کرد که این توافق به نفع کل منطقه است. این اقدام هند در شرایط تحریمی ایران یک سیگنال مثبت خیلی خوب به شرایط تجاری خارجی ایران تزریق کرد. از طرفی هیجان خرید در بازار رو هم خنثی کرد و باعث آروم شدن انتظارات افزایشی در بازار ارز شد. بریم این خبر خیلی مهم رو روی چارت با هم بررسی کنیم. یک خبر دیگه هم مونده، مجدد برمیگردیم اون خبر رو هم با هم بررسی میکنیم. نرخ فعلی دلار روی محدوده 58300 هست و با توجه به اینکه محدوده 58300 یک محدوده ساپورت و حمایتی بسیار مهم در ادامه روند بازاره و فقط شما کافی یک نگاهی به گذشته شاخص دلار داشته باشید ببینید که روی این محدوده بازار چه حمایت‌ها و واکنش‌ها و مقاومت‌های خوبی دریافت کرده و این نشون میده که این محدوده یک محدوده تعیین کننده در ادامه روند افزایشی و حتی نزولی بازار خواهد بود. خب طی روزهای آینده پیش بینی میشه که محدوده دلار اگر خبرهای خاصی روی بازار تزریق نشه، خبرهای عجیب غریبی مثل صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان توی بازار نیاد و عملاً واکنش‌های اقتصادی مثل توافق ایران و هند اتفاق بیفته، میتونیم پیش بینی کنیم که بازار میتونه این محدوده رو هم بشکنه و به روند ادامه نزولی خودش ادامه بده و در نهایت خودش رو به آخرین کف بسیار مهم 55000 تومان هم حتی برسونه. اما در ادامه بازار اگر باز خبرهای مثبت توی بازار شکل نگیره، در نهایت میتونیم پیش بینی کنیم که نهایتا تا پایان هفته آینده یک روند صعودی رو داشته باشیم تو محدوده های 59000 تومان تا کانال 60000 سقف 60000 تومان که در این محدوده است میشه پیش بینی کرد اگر اتفاق خاصی نیفته، خبرهای سنگینی به بازار تزریق نشه، میتونیم بازار رو در روند رنج کانال 58 الی تا سقف 60000 تومان پیش بینی کنیم. یک خبر بسیار مهم دیگر هم داریم بچه‌ها، بریم اون خبر رو هم بررسی کنیم. میایم مجدد کامبک میزنیم و یک صحبت کوتاهی میکنیم و از حضور همدیگر مرخص میشیم. بریم اون خبر رو هم با هم بررسی کنیم. خب خبر بعدی از صحبت‌های کوتاه آقای رافائل گروسی که اعلام کرده که توانایی او برای تضمین صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدوده. یکم صحبتش مبهم و کمی حالت منفی داره، اما با توجه به اینکه بازار ارز منتظر نتیجه جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در اواسط خرداد ماه اگه اشتباه نکنم تشکیل میشه، این جلسه رو خیلی مهم تلقی کرده و فعلا نسبت به اظهارات این چنینی رافائل گروسی کمتر داره به این نوع صحبت‌ها واکنش نشون میده. خیلی جلسه تعیین کننده خواهد بود به نظرم اگر خبرهای بسیار قلمبه سلمبه‌ای بتونه این بازار این جلسه به بازار تزریق کنه، میتونه حکم تعیین کننده‌ای داشته باشه که آیا نرخ دلار میتونه از پس این محدوده‌های بسیار مهم بر بیاد و ازشون عبور کنه یا خیر. دو محدوده خیلی مهم داریم که محدوده 58000 تومان و 55000 تومان هست. قطعا اگر خب خبر منفی بسیار مهمی از این نشست بیاد بیرون، میتونیم پیش بینی کامل واضح رو بهتون بگیم که قیمت بالای 60000 تومان قطعا قرار خواهد گرفت و اگر صحبت‌های مثبت و خبرهای مثبت خوبی بتونه صورت بگیره و نتیجه بخش باشه، احتمال خیلی زیاد بازار به کف قیمتی 55000 تومان هم میتونیم پیش بینی کنیم که قیمت خودش رو به این محدوده میرسونه. اما نتیجه برای هفته بعد تا پنجشنبه هفته بعد یک نتیجه بندی کنیم. اگر بازار همچنان توی این مثل هفته قبل انقدر پرخبر نباشه و پرتنش نباشه،
میتونیم پیش بینی کنیم که در نهایت نوسان دلار بین کانال قیمتی 58 الی 57 تا سقف قیمتی کانال قیمتی 60,000 تومان در طی این هفته به نوسانات خودش ادامه خواهد داد. خیلی دور از انتظار هم نیست که باز حالا خبر جدیدی بخواد به بازار مثل مذاکرات توافق‌های منطقه‌ای، چه میدونم پروژه‌ای توی بازار تزریق بشه و میشه پیش بینی کرد که امکان داره که بازار بخواد خودش رو هم همچنان به محدوده‌های پایین‌تر برسونه. خیلی ممنون هستیم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. منتظر ویدیوهای بعدی ما طی روزها و اواسطهای هفته باشید. قطعا اگر خبرهای بسیار مهمی توی بازار باشه و حرکت‌های بسیار مهمی داشته باشیم بلافاصله ویدیوها رو براتون آپدیت میکنم. قربان شما، خدایا رو نگهدار.